سلام دوستای عزیز، من انجینر سمیعالله رسولی هستم، طراح ساختمان‌های مسکونی. جلسه پنجم آموزش 3D Max به صورت مسلکی و حرفه‌ای خوش آمدین. از آنجایی که درس چهارم تمام کرده بودیم آغاز میکنیم. تی میزنیم که تاپ بیه، جی میزنیم گریدو از بین برم. قسمت شپ ها رو ما کلا خوانده بودیم. یک لاین میگیریم، رسم میکنیم. قبل از رسم کردن لاین دوستا اکثر دقت کنین اینجا هم کارنر بگذارین و درگ تایپ هم کارنر بگذارین. لاین رسم میکنیم. من زمانی که از روی کیبورد یک میزنم و W میزنم موو هم فال میشه، نقاط میتونم انتخاب کنم و انتقالش بدم. نه دوستا؟ انتقالش بدم. حالا ببینین نقطه قابل توجه. ما مودیفای خط ازش قرار داریم. در مودیفای خط این دانه تنظیمات اینجا وجود داره. من اگر شماره 1 بزنم یک سلسله تنظیمات میایه و بعضی از غیر فعال است. میبینین؟ شماره 2 بزنم اما غیر فعالا فعال میشه، او فعالا غیر فعال میشه. شماره 3 بزنم باز هم به می شکل. 1 میتونم نقاط انتخاب کنم، 2 میتونم خطوط انتخاب کنم دوستان، و 3 میتونم کل جسم انتخاب کنم. پس 1 میزنم، اجزایی که جا هستن را با جزئیات مورد بررسی قرار میدیم. مثلا داریم بریک دوستان. بریک یک نقطه را مشکنانه. بس این نقطه است نه، به خاطر یک نقطه را مشکنه. زمانی که بریک میزنیم این نقطه شکست. سر از کلیک میکنین به این شکل میکشیم. میبینین شکسته. کنترل زد. ببینین زمانی که میخواین بشکنان نقطه را شما ایره کیپ درگ نکنین به این شکل. مثلا من کیپ درگ کردم، بریک زدم شکست، حالا آمدم انتخاب کردم. میبینین دوستا ای تو اگه به این شکل انتخاب کنیم اردویش انتخاب میشه، به اون شکل نه. میایم تو کلیک میکنیم سرش. درست است دوستا؟ کلیک کردیم به این شکل نقطه شکست. ما اگه بخوایم دوباره همین نقطه رو یک جا کنم عکس بریک میشه که او رو میگه ولد. تا قسمت پایین است ولد میگنش. زمانی که ولد بزنم این اردیش به هم دیگر میچسبه. دو نقطه را انتخاب میکنم، ولد میزنم میچسبه. اما حالی نچسبید چون فاصله که بین از یا هسته بیشتر از 0.1 سانتی است. من اینو بیشتر میکنم فاصله را. ببینین میگم تا 36 سانتی را ولد شه با هم دیگر. حالا که بزنم چی میشه اردیش؟ ولد میشه. اردیش ولد میشه. باز میگم دوستا ببینین زمانی که یک نقطه را انتخاب میکنیم بریک میزنیم مشکنانه. زمانی که بخوایم نقاط شکسته را بعد هم دیگر جدا کنیم سرش کلیک میکنیم، این از هم دیگر فاصله میتیم. ببینین شکسته. پس دوباره اگه بخوایم بچسبانیم با هم دیگر یا ولدش کنیم هر دیش نزدیک هم قرار میتیم. به این شکل دوستا هر دیش نزدیک هم قرار میتیم، انتخاب میکنیم، ولد میزنیم، از پایین ولد میزنیم، ولد میشه، هر دیش چسبید با هم دیگر. پس نقاط به این شکل میتونیم هم بشکنانیم هم ولد کنیم. یک بحث مهم دیگه ما داریم کریت لاین، بریک و کریت دومش کریت لاین. کریت لاین چی میکنه؟ لاین ایجاد میکنه، خطوط ایجاد میکنه. خطوط با مودیفای امی خود امی خط ایجاد میکنه. مثلا من میایم کریت لاین میگیرم، رسمش میکنم. ببینید ما اگر بیایم W انتخاب کنم، از روی کیبورد W بزنم، درست است، و این را انتخاب کنم، موو فال میشه، میتونم این را انتقال بدم. W بگیرم، موو فال میشه، میتونم این را انتقال بدم به این شکل. میبینید دوستان اردویش همزمانی کار کرده میتونم. ببینید اردویش همزمان انتقال داده میتونم. چرا؟ به خاطر که ما از طریق کریت لاین ایجاد کردیم. اگر من از اینجا بیرون شم، از مودیفای همین خط بیرون شم، لاین انتخاب کنم، یک خط جدا رسم کنم، اینی خط با مودیفای از یکسان نیست. اگر من این را موو کنم تنها خودش موو میشه، به خاطر که هیچ ربطی با این خط نداره. هر متریالی که این خط بگیره این پایین نمیگیره. باید جداگانه بدیم. یک خط جداست با یک مودیفای جدا، به خاطر که با یک لاین جدا رسم شده، خودش جداگانه رسم شده. اما اگر ما بیایم امی خط هست، در داخل مودیفایش میایم، اینجا کریت لاین انتخاب میکنم، یک لاین رسم میکنم به این شکل. حالا ببینین اگر از مودیفای خارج شوم فعلا ما اردی از یک خط هست، مثل اینکه اتچ شدگی باشه.
هر دویش یکی است. پس امیدوار هستیم که تفاوت بین لاین و در مودیفای کریت لاین فهمیده باشیم. درست است دوستان؟ این را انتخاب میکنم دیلیت، دوباره لاین میگیرم کلیک، شفت محکم گرفته استون میشم رسم به این شکل دوستان اینجا رسم میکنیم. یک پیام میده کلوز میخوای امی لاین وصل شوه، میگم یس میخوایم وصل شوه، وصلش میکنم. خب یک رکتانگل هم رسم میکنیم اینجا به همین شکل، یک سرکل هم رسم میکنیم دوستان، به همین شکل یک آرک هم رسم میکنیم به این شکل. خب میایم خطوط خود انتخاب، خط خود انتخاب میکنیم. قسمت مودیفایش میایم، قسمت مودیفایش اتچ داریم، اتچ داریم دوستان. اتچ چی میکنه؟ این خط یک مودیفای داره فعلا، این سرکل رکتانگل یک مودیفای داره، این سرکل یک مودیفای داره و این آرک هم یک مودیفای داره. هر کدامشان مودیفای جداگانه، هر کدامشان خطوط جدا هستند. اگر ما بخوایم کل امیو جسم واحد شوه میتونم از اتچ کار بکنم. خط انتخاب کردم دوستان، رفتم اتچ انتخاب میکنم، میام رو با هم دیگر اتچ میکنم. ای ببین نال اتچ شد. اگر من از اینجا بیرون شوم این را موو کنم، ببین کلشون با هم دیگر موو میشن، با یک جسم واحد تبدیل شدن. کنترل زد میزنم پس دوباره از اتچ خارج شوم. درست است؟ ببین باز دوباره می خط خود انتخاب میکنیم. حالا فعلا که موو کنم تنها خودم میره، اگر این را موو کنم تنها خودش میره، اگر این را موو کنم تنها خودش میره، هیچ ربطی به او نداره. دیگه میریم در قسمت مودیفایش. اتچ بود که خواندیم، دیگه داریم اتچ مالتی. اتچ مالتی چی میکنه؟ اگر ما این دانه جسم داشته باشیم، این دانه شیپ داشته باشیم، کلش بخوایم با هم دیگر با یک جسم واحد تبدیل کنیم، این کار از طریق اتچ مالتی میتونیم بکنیم. اگر سر از کلیک کنیم به این شکل یک صفحه باز میشه. اگر این دانه داشته باشیم به این شکل صفحه کلا قطار میشه. ما میایم اولش انتخاب میکنیم، مثلا سکند لیست میده، میگه یک آرک داری 001، یک سرکل داری، یک رکتانگل داری، نه اولش انتخاب میکنیم، از روی کیبورد شیفت میگیریم، آخریش انتخاب میکنیم، کلا انتخاب میشه. زمانی که اتچ بزنیم کلش با هم دیگر چی میشن؟ اتچ میشن. اتچ مولتی همزمان کلی از واره در یک کلیک اتچ میکنه با هم دیگر رو ربط میده و با یک جسم واحد تبدیل میکنه. درست است دوستان؟ بعضی نقاطی که جمع ازشان میگذرم یا که کاربرد ندارن یا که بعدن یک سلسله درس را بخونیم باز براتون خواهد گفتم. درست است؟ خب میایم، من شماره یک میزنم، اتچ مولتی را خواندیم، میایم ریفایند. ریفایند چی میکنه دوستان؟ نقطه ایجاد کردم میتونم. یعنی ببینید من دو نقطه ایجاد کردم، همین خط به 3 حصه مساوی تقسیم کردم. به 3 حصه مساوی هم نیست، به 3 حصه تقسیم کردم. درست است؟ به 2 حصه تقسیم کردم. به این شکل نقطه مانده میتونیم. ریفاین خطوط میگذاره و جدا میکنه. این خطوط چرا میگذارن؟ به خاطر از اینکه ما بیشتر تسلط داشته باشیم سر جسم خود. مثلا ببینید حالا من شماره 1 زدگی از دستور خارج میشم، این را انتخاب میکنم میکشم به این شکل. ببینید این را انتخاب میکنم داخل میبرم یک کمی. ببین خطوط برای ما یک سلسله تنظیمات امکانش میده. اگر ما میخوایم در نما کار میکنم، میخوایم که سر خط خود بیشتر تسلط داشته باشم، نقاط میگذارم از طریق ریفایند. از طریق ریفایند بالای خط خود نقاط میگذارم، بعدا از طریق نقاط بیشتر تسلط می داشته باشم. مثلا نقاط گذاشتیم، این را انتخاب میکنم بالا میبرم، این را انتخاب میکنم بالا میبرم به این شکل، یا مثلا پایین میارم به این شکل، یک شکل زیگزاگی را جور میکنم. بعدا ما کاربردهای را میخوانیم. درست است؟ پس ما سر خطوط خود توسط ریفاین نقطه ایجاد کرده میتونیم. دیگه داریم کانکت دوستان. کانکت یک خط وصل میکنه. اگر من ایره بزنم کانکت، از این قسمت اون نقطه که آزاد باشه دوستان میگیریم به این شکل در اینجا وصل میکنیم. دو نقطه که با هم دیگر هیچ ربطی ندارن، آزاد هستن، با هم دیگر وصل میکنه توسط یک خط. یک خط با هم دیگر وصل میکنم. این انتخاب میکنم دوستان، دلیتش میکنم، زایت میزنم که زوم شوه، لاین انتخاب میکنم،
یک رکتنگل میگیرم انتخاب میکنم رسم، یک الیپس هم میگیرم رسم. به این شکل یک رکتنگل دیگه. خب خط انتخاب میکنم، قسمت مودیفایش میاییم، شماره 1 میزنم. فلت داریم دوستان، فلت. اگر من فلت انتخاب کنم قوس میده. مثلا ببینید من فلت انتخاب کردم، میرم انتخاب میکنم به این شکل، ببینید قوس میتم براش. یا این قسمت نقاط انتخاب کردیم میایم فلت میتم به این شکل. یا اینجا را میگیرم انتخاب میکنیم به طرف بالا میکشیم کما قوس میتم، ببینید دوستان به این شکل. اگر ما بیایم میره انتخاب کردیم اتچ از بالا انتخاب کنم، ایرا با اتچ کنم و همین کار فلت با یا هم میتونم. بعدا میایم قسمت پایین فلت انتخاب میکنم. فلت میتونیم از اینجا سر خودش کلیک کنیم بیایم دستی کارا بکنیم به این شکل. یا میتونیم اینجا مقدار بتیم براش، مثلا میگم که 20 سانت فلت بخوره، ببینید انتخاب نقطه بعدا فلت افزایش بدیم، ببینید مقدارش 30 20 هر چی که بخوایم میتونیم بگذاریم. یعنی میگه کار با عددی هم میتونیم فلت بدیم. خب دقیقاً فلت فهمیدین که چیکار میکنه. درست است دوستان؟ به این شکل زیاد یا کم کرده میتونیم فلت داده میتونیم. دیگه داریم چنفر. کنترل زید میزنم، این را انتخاب میکنم، میایم از قسمت بالا اتچ دوباره این را اتچ میکنم، این را اتچ میکنم، به خاطر کنترل زید زده بودم دوستان. خب این چنفر هم انتخاب کنم دستی هم کارو بکنم، میایم اینجا این را چنفر میتم، ببینید این را هم چنفر میتم به این شکل، این را هم چنفر میتم به این شکل و این را هم چنفر میتم. یا میتونم نقطه را انتخاب کنم، بیایم عددی اینجا دست بالا زیاد و کم کنم، ببینید یک مقدار مثلا 68 باز اینجا هم مثلا 68 درست است به این شکل. میتونیم این کار هم دستی و هم از طریق عددی کار بکنیم، چنفر بدیم. دیرم چنفر که چه قسم چنفر بدیم. درست است دوستان؟ دیگه داریم هایت. اگر ما بیایم نقطه را انتخاب کنم، چنفر خاموش میکنم، نقطه را انتخاب کنم، میخوایم همین نقطه ما هایت شود دوستان. این را که بزنم هایت میشه، میبینیم یک نقطه که هایت شد خطوط مرتبط به اون نقطه هم از بین رفت. ما این را میگیرم هایت میکنم، این را میگیرم هایت میکنم و این را هم میگیرم هایت میکنم دوستان. من زمانی که هنایت هال میزنم همه اونایی که هایت شده دوباره ظاهر میشن، همه اونایی که هایت شده دوباره ظاهر میشن. همین قسم میتونم دلیت کنم، این را میگیرم دلیت میکنم، ببینیم یک نقطه را. یا که میتونم هر چهارش انتخاب کنم، هر 4 نقطه را دلیت کنم، کلا جسم ما دلیت میشه. کنترل زید زدم پس دوباره آمد. میایم یک لاین انتخاب میکنم، به این شکل. یک رکتنگل هم رسم میکنم، یک دایره هم رسم میکنم، درست است، و یک هارک هم میکشم به این شکل. میایم خط خود انتخاب میکنم، قسمت مودیفایش میایم، شماره 1 میزنم که اتچ فال شود، اتچ میگیرم، ایرم اتچ میکنم، ایرم اتچ میکنم، ایرم اتچ میکنم و ایرم کلشون یک جسم واحد تبدیل شدن. شماره 2 میزنم، میتونم من خط خود انتخاب کنم، میبینین یک خط انتخاب کرده میتونم به این شکل خط انتخاب کرده تغییرات سر خط آورده میتونم، شماره 2 تغییرات سر خط آورده میتونم دوستان. یا مثلا این انتخاب میکنم به این شکل، میبینین من خط خود انتخاب کرده میتونم. باز هم اینجا ما چند دستور در شماره 2 هم داریم که باید بیاموزیم. یک بریک هست. اگه من بریک بزنم در شماره 2 میایم یک نقطه اینجا ایجاد میکنم، یک نقطه اینجا ایجاد میکنم و میایم میره انتخاب میکنم، جدا میکنم، میبینین بریک شده.
به می شکل باز اگر بریک بزنم یک نقطه ایجا یک نقطه ایجا، نقطه وسطی بریک میشه دوستان. میایم انتخاب بریک شده، میبینید بریک شده. اگر ما بخوایم امی دوباره وصل شود چیکار میکنم؟ باز میارم در ایجا نزدیک، درست است؟ اردویش انتخاب، اردویش انتخاب شماره یک میزنم که پوینت انتخاب شود، انتخاب ولدش میکنیم، ولد میزنیم. به همین شکل ایره هم انتخاب ولد میزنیم. ببینید وصل شد اردویش، دوباره اردویش شد وصل شد. به همین شکل اگه بخوایم ایره هم همی کارا بکنیم براش انتخاب میکنیم میاریم پیش به این شکل، درست است؟ ایدیتور انتخاب میکنیم ولد میزنیم دوستان. هم به خاطر از این کارا میکنم که شما دزینتون بشنو و تمرین شما بردم دیدین. پس دوباره وصل کردیم. همین قسم میخوایم شماره 2 از روی کیبورد میزنم ایره انتخاب میکنم، میخوایم بریکش کنم بشکنم من خطا انتخاب میکنم، میایم محل را که میخوای بشکنه مشخص میکنم ایجا باشه و ایجا باشه، بعدا از دستور بریک خارج میشیم ایره میگیریم بیرونش میکنیم. همین قسم ایره انتخاب بریک میزنیم ایجا را عادی قسمت تا این قسمت بشکنه، از دستور بریک خارج میشیم بیرون گذرش میکنیم. اگر دوباره بخوایم پس دوباره وصل شود چیکار میکنیم؟ این دستورها خیلی ضرور هستند در نماسازی کاربرد دارند دوستان، پس لطفا توجه کنید. یک میزنم دوباره انتخاب میکنم ایره ولد میزنم هر شب دیگر ولد میکنم، این قسمت هم انتخاب ولد میکنمشون، درست است دوستان؟ شماره 2 انتخاب میکنیم نزدیک میاریم به این شکل، دوباره شماره 1 میزنم نقاط انتخاب میکنم ولدش میکنم، اینجا هم نقاط انتخاب میکنم ولدش میکنم، ولد شدن با هم دیگر چسبیدن. اینم بود از ولد. دیگه داریم دیفایند دوستان. دیفایند مثلا ما میخوایم یک خط خود تقسیم کنم به چند حصه مساوی، از دیفایند استفاده میکنم. شماره 2 میزنم این خط انتخاب میکنم، میخوایم به چند حصه مساوی تقسیم شود، از دیفایند استفاده میکنم دوستان. مثلا اگه ما اینجا میگم به 2 حصه تقسیم شود، ببینید به 2 حصه یک است، اگه دیفایند بزنم یک حصه 2 حصه تقسیم شد، کنترل زد. میخوایم امی به 3 حصه تقسیم شود، اینجا 2 میزنم دیفایند سکنین یک حصه مساوی 2 حصه مساوی 3 حصه مساوی، کنترل زد. میخوایم با 4 حصه مساوی تقسیم 3 میزنیم، همیشه یک عدد بالاتر دیفاین میکنه، پس سری که خودش کلیک میکنیم یعنی 4 حصه مساوی تقسیم کرد. سکن ببینید یک حصه 2 حصه 3 4 یک حصه 2 حصه 3 حصه و 4 حصه مساوی تقسیمش کرد دوستان. پس دیفاین چی میکنه؟ تقسیم میکنه. یک چیز خیلی مهم و اساسی دیتاچ هست دوستان. ببینید ما این را اتچ کردیم، کلشون فعلا جسم واحد هستند. ما زمانی که انتقال میتونم به این شکل انتقال پیدا میکنه. ما در طراحی ساختمان بعضی اوقات ضرور است که یک قسمت دیتاچ میکنیم، یعنی تمام مثلا یک کلکین داریم طراحی میکنیم، چوب کلکین میگیره اما میخوایم دستبند یا یک گلی که در روی داره چوبی نباشه، یک فلز دیگه باشه یا یک رنگ چوبی دیگه باشه به خاطر جذابیتش، او دیتاچ میکنیم امورا. پس ببینین دیتاچ چه قسم میایم انتخاب میکنیم، اما قسمتی که میخوایم دیتاچ شود اینجا دیتاچ میکنیم، دیتاچ میزنیم، میگه برش نام بده، یک نام برش میدیم اوکی میکنیم، فعلا این دیتاچ شد دوستان. میبینین کلا از مودیفای از این خط خارج شد. حالا اگر ما بیایم W بزنم که اگر بیایم از خارج شم این دسته که اگر من موو کنم ببینین او دیتاچ شده، او موو نمیشه. اگر او را انتخاب کنم این نمیشه، یعنی کلا جدا شده از هم دیگر. پس اگر بخوایم دوباره همو بیا شامل همین مجموعه شود، شامل این مجموعه شود، این شامل از این مجموعه شود، چیکار میکنیم؟ این را انتخاب کردیم، شماره 1 میزنیم از روی کیبورد، اتچ انتخاب میکنیم دوست، بالا میاییم اتچ انتخاب میکنیم، این را اتچ میکنیم. ببینید پس دوباره میشه. اگر بخوایم پیوند بخوره پس دوباره با این شماره 2 را میزنیم، این را انتخاب شماره 2 را میزنیم، اتچ خاموش میکنیم، این را انتخاب میکنیم، میاریم نزدیک، شماره 1 میزنم، نقاط چه انتخاب میکنم، ولد میزنم دوستان، ولد میزنم، اینجا هم نقاط چه انتخاب کجاست اینجا، نقاط انتخاب میکنیم ولد میکنیمش یا میچسبونیم. پس دوباره با اون جسم اولی تبدیل شد.
پس دیدین ما تانستیم هم دیتچ کنیم هم دوباره پس ولدش کنیم. اول دیتچ باز ولدش کردیم. ایره ما پاک میکنم کلشم. یک رکتنگل رسم میکنم. یک دایره هم رسم میکنم. به شکل یک رکتنگل دیگه هم اینجا رسم میکنم و یک لاین اینجا میخوایم بکشم. به شکل ولی ببین دوستا من لاین انتخاب کردم. میایم قسمت مودیفایش شماره 1 میزنم. اتچ مالتی را انتخاب میکنم. قسمت بالا را انتخاب میکنم. شفت مکان میگیرم. قسمت پایین انتخاب میکنم. همه‌اش با هم دیگر اتچ میکنم که اتچ شد. خب شماره 3 روی کیبورد میزنیم انتخاب میشه کلا جسم ما. میبینین انتخاب شده. ما چند گزینه دیگه داریم که باید اینجا در شماره 3 بفهمیم. یک اوتلاین است دوستا. ببینین اوتلاین است. اگر ما بیایم این طرف بیرون بکشم اوتلاین است دوستا. اوتلاین چی میکنه؟ برای ما یک ضخامت میده. این را انتخاب کردیم، خطوطش انتخاب کردیم. میخوایم امی 10 سانت ضخامت بگیره. انتر سکن 10 سانت ضخامت گرفت. دیده نمیشه پس این خیلی بزرگ است. کنترل زد. میخوایم یک مقدار دیگه مثلا بگیره 60 سانت ضخامت. درست است؟ ببین نال دیده میشه. ما این خطوط خود به اندازه کشیدیم با مقیاس بزرگ، به خاطر فعلا اندازه ها کمی بزرگ شده، به خاطر 60 سانت دیده نمیشه. درست است؟ به این شکل ما میتونیم یک اوتلاین بتیم. مثلا میرم انتخاب میکنم، به این هم میتونم اوتلاین بتم دوستا. ببین به این شکل میتونیم اوتلاین در داخل باشه یا در بیرون باشه، میتونیم اوتلاین بتیم. به این شکل ایره هم انتخاب میکنم، برش میتونم یک اوتلاین بتم. پس اوتلاین به خاطر دادن ضخامت و دیوارها استفاده میشه. قسمت پایین داریم بولیان دوستان. کنترل زد میزنم. پس دوباره به شکل اولی خود برگردیم. بولیان ما میایم اینی جسم انتخاب میکنم. میگم اینی جسم بولیان شو. نظر بعضی جسم بولیان شو. چی بولیان شو؟ اینی بولیان شو. میبینین؟ یعنی قسمت بیرون از باقی میمونه، داخلش حذف میشه. اینی هم بولیان شو. ببینین داخلش هست بیرونش باقی میمونه. میگم اینی هم نظر به جسم بزرگ بولیان شو. ببینین بولیان شد. کنترل زد. باز میگم دوستو ببین بولیان شد. حالت دومش میگم نظر به جسم بزرگ بولیان شو. چی بولیان شو؟ اینی بولیان شو. ببینین بیرون حذف داخل باقی. اینی هم بولیان شو و هی هم بولیان شو. پس شماره اول قسمت های بیرون باقی میگذاشت، قسمت داخل حذف میکرد. اما با حالت دومش چی میکنه؟ قسمت های بیرون حذف میکنه، قسمت های داخل باقی میگذاره. باز کنترل زد. میگم بولیان شو. وجه مشترک شونه میگیرم. ببین وجه مشترک شونه این بوده. میگم اینی بولیان شو. بولیان شو در حالت سوم نظر بعضی. ببین وجه مشترک شونه گرفت. وجه مشترک شونه بولیان شو نظر به ای. درست است؟ وجه مشترک شونه گرفت. بولیان شو نظر به ای. ببینین وجه مشترک شون خودش بوده، هیچ وجه مشترک خاصی نداشته. پس اولی قسمت های بیرونی را میگیره، داخل حذف میکنه و ای را با ای ربط میته با جسم بزرگ. او را با جسم بزرگ اسم نظر به بیرون. اما دومی نظر به داخل ربط میته و سومی وجه مشترک شونه میگیره. درست است دوستا؟ میایم میرور. قسمت پایین میرور. من را حذف میکنم. میایم از بیرون میشیم. یک لاین انتخاب میکنم. درست است؟ خب به این شکل به این شکل دوستان دبلیو میزنم. این را یک مقدار موو میکنم. یک مقدار میترم. شماره
یک میزنم از روی کیبورد، این را اتچ میکنم با این. درست است؟ حالا شماره 3 میزنم، اتچ خاموش، شماره 3 انتخاب، می میرورش میکنیم، میرور شوه، ببینین میرور شوه به این شکل یا میرور شوه به این شکل. با های مختلف روی 3 محور میرور هر کدوم از انتخاب کنین، به مو های دلخواه میرور میکنه. بعضی وقتا از شما میتونین به خاطر میرور کردن استفاده کنید. خب دوستای عزیز، تا این قسمت ما تمام دستور لاین کار کردیم. حالا میریم یک مثال کار میکنیم از اینکه از این دستورا در کجا استفاده میشه. میرم قسمت فایل، import دسکتاپ، من اینجا یک نقشه را دارم، اوپن میکنم دوستان. ببینید اینجا میگه که نقشه به سانتی متر است، میگم اوکی. تی میزنم تا بیایم، جی میزنم گریدا از بین بره دوستان. پلان خود انتخاب میکنم، سر از راست کلیک میکنم، فری سلکشن میکنم که از جای خود شور نخوره دوستان. درست است؟ فری سلکشن شد. ایرم میگذارم روی دو بود، سر از راست کلیک میکنم، آپشن میایم، اینجا snap to freezing object هم فال میکنم، تکش میزنم که اگه من لاین انتخاب کردم. خب حالا میایم بحث لاین بود، میایم لاین انتخاب میکنیم. درست است دوستا؟ لاین رسم، به این شکل نقاط وصل میکنیم، به این شکل. اینجا هم کلکین داریم، وصلش کردیم. درست است دوستا؟ وصلش کردیم. حالا ببینین ما این قسمت میخوایم یک قوس بدیم. من شماره 2 میزنم، ایرم انتخاب میکنم، کنترل از روی کیبورد محکم میگیرم، ایشم انتخاب میکنم، دلیت میزنم، دلیت شوه. درست است دوستا؟ اینجا میایم، ایرا انتخاب میکنم، کنترل از روی کیبورد میگیرم، دومیشم انتخاب میکنم، دلیت میکنم، دلیت شوه. درست است؟ حالا ببینین میایم آرک میگیرم، از اینجا آرک میگیرم، نقطه اولی خود انتخاب، میایم نقطه دومی انتخاب، به این شکل رسم. به همین شکل اینجا میایم نقطه اولی انتخاب، میایم نقطه دومی انتخاب، به این شکل. درست است؟ حالا ببینین میایم پس لاین انتخاب میکنم، در قسمت مودیفایش میریم، این چیزایی است که ما خواندیم، اتچ میگیرم، این را اتچ میکنم دوستا با این. درست است؟ این را هم اتچ میکنم با این. فعلا اردیشان اتچ شد، اما ولد نشده، نقاطش ولد نشده. شماره 1 میزنم، اینی نقطه را انتخاب میکنم، میایم قسمت پایینی را ولد میکنیم دوستا که بچسبه، کمی که مقدار بالاتر ولد میکنیم، چسبیدن. دیدین اینو نشون میده که چسبیده. اینجا را هم ولد میکنیم، ولد میزنیم، ولد شود که ولد شد. میایم در این قسمت اینی نقطه را انتخاب میکنیم، ولدش میکنیم، این نقطه را انتخاب، ولد میکنیم، چسبید. حالا شماره 3 میزنم روی کیبورد، انتخاب میکنم، ایرا میایم اوتلاین برش میتم، ضخامت میتم، ببینم که چقدر هست. مثلا 10 سانت، بله 10 سانت ضخامت داشته، پس 10 سانت ضخامت برش میتم، اسنپم خاموش میکنم. زمانی که اوتلاین برش دادم، در این قسمت مودیفایش قرار داریم، میایم اینجا EX تایپ میکنم از روی کیبورد، اکسترود اکسترود میتم و بر ارتفاع یک دیوار میتم، مثلا 280 به این شکل. پی میزنم که پرسپکتیو بیاید، از اینجا خارج میشه مودیفای، پی میزنم که پرسپکتیو بیاید، به این شکل رسم شد دوستان. ببینید ما پلان رسم کردیم. از این قسمت بالا میرم، انتخاب میکنم حالت کلی را، از روی کیبورد 4 میزنم که قسمت هایی که کلکین هاست برام دید داشته باشم و دیده شد. انتخاب میکنم، به قسمت بالا میارم، رها میکنم، کاپی. زمانی کاپی کردم اینجا میایم، میخوایم اکسترودش دلیت شوه، حالا انتخاب میکنم، حذفش میکنم و قسمت بیرون باقی میمانه. ایرا میارم برش، میگم در ارتفاع 280 قرار بگیره، انتر.
قرار گرفت برش یک مقدار اکسترود میتم. اینجا میرم ای اکس تایپ اکسترود اینقدر نه 20 سانت برش اکسترود میتم. به این شکل ما سقفش هم برش دادیم دوستان. به این شکل یک پلان به راحتی و سادگی کشیدیم. سلامت باشین دوستای عزیز، تمرین کنین. امیدوار هستم ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. لایک و کامنت را فراموش نکنین. ما را به دوستان خود معرفی کنین.